این قسمت ما را که می‌بینید یک کشتی بسیار کلان است به نام کشتی کاپیتان جک اسپارو. صد زیادتر صاحب فامیلا است دیگه، به ما خاطر نمیتونیم که زیاد ریکارد بگیریم، ویدیو ثبت کنیم. یوهو لاشما اوه دوستای عزیز، آوشی قشور است. فقط که نمک هم داخل است، فقط یک چند قطرهش در داخل داریم رفت مگه بی قدر شور. سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشید و بازم خوش آمدید به یک ولاگ دیگری. ما امروز همراه دوستیم علی جان بیرون شدیم محمود یک ولاگ تهیه کنیم، یک ویدیو بگیریم از بهترین جاهای عمان. این قسمت ما را که می‌بینید یک کشتی بسیار کلان است به نام کشتی کاپیتان جک اسپارو. در فیلم دزدان دریایی دیده باشین. دوستی شوخی کردن دوستای عزیز. این جایی که است مربوط به یک کلاب میشه، جیم است برای شندام. دیگه امروز تصمیم داریم همون تو بیرون چکر زده پیاده بریم به لب دریا، لب بحر، اونجا بریم و از جاهای دیدنی یک دیدن کنیم. با ما باش تا آخر برنامه. دوستای عزیز، یک قسمت خانه های عمانی هاست از عرباست که اینجا زندگی میکنه و مثل دیگه کشورها نیست که 12 13 15 یا 20 30 منزل جور کنن اونجا زندگی کنن در آپارتمان ها. کوشش میکنن اون فرهنگ خود حفظ کنن، اما نمای زیبای کشور خود حفظ کنن و زیادتر کوشش تلاش که دارن فقط سر امنیت کشورشان است و همچنان سر پاکی و نظافت کشورشان است که کار میکنه اینا. ببین دوستای عزیز، به یک پارک فعلا رسیدیم که نزدیکای یک بحر، نزدیکای بحر قرار داره. دیگه بسیار یک پارک منظم صاف و صفا اینجا میبینید. و همون تا آهسته میریم به طرف بحر و شما هم ما را همراهی کنید. عزیز، اینجا یک درخت بسیار زیاد مقبولی را متوجه شدم. ببینید چقدر مقبول است. گلهایش ببینید به رنگ نارنجی. دوستای عزیز، هم که برتون وعده داده بودم که میریم به نزدیکای بحر. دیگه هم قسمت بحر که رسیدیم و نزدیک بحر که من رفتم. باز یک ویدیویی از منظرات زیباش براتون میمونم، به شرط این که ما را همراهی کنید. سایز واقعا یک منظر زیبا و موجهای آب رو ببینید. دوستای عزیز، یاد قرغه افتادیم. یادش بخیر یک وقت در تابستان گرمی میکردیم دیگه، نیاز داشتیم به یک جای سردی بریم، میرفتیم قرغه و حالا این روزای اینجا کم ذره آب و هوا گرم شده و ما خاطر یک اشتیاقش آمد که بریم لب آب، بریم لب بحر و کم ذره حال هوای خود تازه کنیم. دوستای عزیز ببینید این سنگا چقدر پاکه. باز رنگ و رنگ کلگیش.
بزنم. مقبول میه مقصد. تاریک نمی؟ تاریک میه مقصد خیلی نمای خوبی میده. دوستای عزیز یک چیزی که متوجه شدم اینجا آمدم یک سنگپشت بیچاره اینجا مرده. بیچاره واقعا دلم برش سوخت. و یک از کاکاها اینجا چی میگیره؟ ماهی میگیره. دوستای عزیز دل طاقت نمیکنه دیگه، مجبور است ما پایچای خود بر بذارم و چپلیای خود بکشم و بریم داخل آب یک دفعه. لاشما اوه یالی و اینجا دوستای عزیز یک دانه هتل است. کاش که اینجا یک اتاق میگرفتیم ولی متاسفانه پیسهش نداریم. اگه یک بسیار جای خوبی شد. او چه خشور بودی؟ دوستای عزیز آوشی قشور است، فقط که نمک هم داشته باشه. فقط یک چند قطرهش در داخل داریم رفت مگه بی قدر شور. اونجا کات خرچنگ بود. زیاد. یک دو خرچنگ بود رو خیلی در پایمان نشست ولی. یه دو سوراخ نترسید. دوستان عزیز امید که از نزدیکای بحر از لای بحر لذت برده باشین و حالا فعلا در قسمت پارکش آمدیم دیگه. اینجا مقصد زیادتر ساحه فامیلا است دیگه، به ما خاطر نمیتونیم که زیاد ریکارد بگیریم ویدیو ثبت کنیم. به ما خاطر معذرت ما را پذیرا باشین دیگه. انشالله اگر تا روزهای بعدی اینجا بودیم باز براتون میایم یک ویدیو که خودم در صفحه نباشه. میفهمم که از ما خیلی بدتون میاد. شوخی کردم.
خود از خانه باشم، فقط از جاهای مقبولش براتون ویدیو تهیه کنم و خدمت شما و نشر برسانم. و دوستای عزیز تا برنامه بعد دیگه خدا یار یاورتان. و اگر از برنامه ما خوشتان آمد فقط چینل ما را لایک سابسکرایب کنید و همچنان اگر خوشتان آمد نظریات خود در کامنت بنویسید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.